شما یقین بدونین که جوانو بعد همین ویدیو ابرشینی من عموما شما دیگه شامل نمیشون، سخنهای شما را گوش نمیکنن، شما با مقصدهای ناپاک خودتون نمیرسین. سوپرمن چند هزار کتاب فروخته شد. از شاعران دعوت کرد که ایجاد کنید، کجا هستید ایجاد نمیکنید. مدام یکی از نویسنده های مشهور کشور ما شما بویمتوف یک کتاب خیلی تاریخی مهم نوشتن و او را در تاجیکستان چاپ نکردن، به نشر نرساندن. هزارها دانشمند این کشور ما و شما امروز در خارج قرار دارد و ده ها کتاب می نویسد، او را در یگان جا نشر نمیکنن. دوستان عزیز، ما میگذاریم به نقطه اصلی که آقای رحمانوف در سخنرانیش ذکر کردند. اصلا سخنهای آقای رحمانوف چند طرف میرفتند و همیشه از یک قشر جامعه صحبت میکرد، در یک موضوع صحبت میکرد و در آخر موضوعش میومد با این سخنهایی که گفته بود ضد این سخنهای دیگرش صحبت میکرد و چندین جوان دیگه ایرم در اینجا به میان آورد که آنها سخنرانی کردند و تمام این سخنرانی ها فقط به معنی یک سپیرتاکل، به معنی یک جشن، به معنی یک زادروزی امام علی رحمانوف، یعنی زادروزی یک شخصیت تبدیل شده بود به نظر می رسید و هیچ انسانی نمی گفت که در اینجا جشن جوانان است و روز جوانان جشن گرفته می شود و همیشه در یک موضوع صحبت می کردن، همه مدعیگویی می کردن، تعریف و توصیف می کردن از یک شخصیت، از کی؟ از امام علی رحمانوف. و این جوانانی را که در اینجا برآوردن صحبت کردند، واقعا در این مابین اشخاص نفرایی بودند که علمی خوبی داشتند، تصورات خوبی داشتند از تمامی فن‌هایی که آنها در آنجا ذکر کردند، اما بیشتر آنها متاسفانه با اون طرز صحبت کردن که یک عالم نباید اون طرز صحبت کنه. یک عالم کلمه من گفته بیشتر صحبت نمی کند و باید همیشه کلمه ما استفاده شود و از تمام نقاطی که آقای رحمانوف در طول چند سال چنان خدمت کرده است، پندیه جدا کرده است، به اینها امکانیت فراهم کرده است و از سهم اصلی مردم کشور که مردم چقدر در اینجا سهم گذاشتن و این بودجه کشور است که به اینها امکان داده است که تحصیل کنند و از هر طریقی باشد بروند در هر کجا تحصیل کنند بخوانند، از این فراموش کردن و همیشه از گفتن رحمانوف و مدعای خوانی و شعر خوندن در وصف او این نشست انجام شد. دوستان عزیز، در اینجا چند نکته را من میخواهم ذکر کنم که آیا در ساحه جوانان خصوصا در همین نقطه حکومت رحمانوف تا این جانب چی کارهایی را انجام داده است. دوستان عزیز، سال 1997 کمیته کار با جوانان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل شد و این کمیته چندین کمیته های دیگه زیر خودش دارد. رئیس ایرا چند سال گذشته به عهده داشت یکی از نفران مدعی خوان رحمانوف، ادهم عبدالله زاده. عکسش در روند برنامه برای شما میگذارم. این شخص تا روند انتخابات پارلمانی به حیث رئیس این کمیته کار میکردن و یگانه کار این جوانان مدعی خونی و خدمت کردن به حکومت امروزه و خود شخصیت رحمانوف بود و هیچ کاری دیگر مگر مبارزه به ضد مخالفان کشور کاری را انجام نمیدادند و هر یک نشستایی که انجام میدادند یگانه راه و هدفشان چی بود؟ دشمنی کردن، بد گفتن و تحقیر کردن نسبت مخالفان امام علی رحمانوف و دیگر کاری را انجام نمیدن. رئیس حاضره این کمیته رحمانزاده عبدالله میباشد و در طول یک سال یا یک نیم سال کار اخیری این شخصیت میبینیم که جوانانی که تحت نظارت این کمیته کار میکنند بیشتر فعال شدن به ضد مخالفان باز هم حکومت رحمانوف. و اگر ما بر اساس این شخصیت ها نظر کنیم به همین کمیته کار با جوانان که در تقریبا در تمام ناحیه ها بخش این کمیته ساخته شده است، در همه اینها فقط چیکار میکنن؟ ترغیب و تشویق خود رحمانوف و چی بد گفتن نسبت مخالفان و این کار را انجام میدن و دیگر کاری را هم ندارن. من یکی از نوارهای همین شخصیت هایی که در این کمیته کار میکنن برای شما میگذارم و همه خیلی نوارها در سامانه های کمیته کار با جوانان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد است. در تمام رسانه ها، در تمام سامانه های فیسبوکیشون از این گونه نوارها زیاد است و یگانه کارشان هم همین است. من یکی از نوارهای اینا رو میمونم، نمیخوام که بیشتر وقت شما را با این نوارهای
اشخاصی که پوچ و خولی کار میکنن بگذارم. امروز باید ما ملت حمایت کنیم. مرز بومی جمهوری تاجیکستان شما جوانان گرامی قدر رفته در فدراسیون روسیه یک کار فعالیت میکنین درست مهاجر در تاجیکستان توقع نیست. همه دولت مهاجر داره، همه دولت رفته در یک جای فعالیت میکنه. شکرانه خدا دولت ما تنج آرومه میره به یک مقصد کار میکنی. امید در روی که انا زن و فرزندت در تاجیکستان تنج آروم زیست زندگانی دوره. یک سال میسی نیم سال میسی برگشته اومده بود در همین دولت بیشتوسو زندگی میکنی. اگر ما فریفته نمی گروه ها شیم یگان گپ نیست. امروز شما را مبلغ گذاری میکنن جوانان امیره در گوشتان بگیرین. یک سخن نسبت دولت حکومت که گفتی علاقه شما در همون روی خطی سیاه یعنی در همون روی خطی خب خیانتکارو نوشته میشین. به همین خاطر خواهش میکنیم که عقل هوش خودتون در جای اول بمونین. عموما با گفته‌های انمی خوینون فریفتن نشین. یک سال میستین نیم سال میستین شما میدونین که در دولت تنج آروم زن و فرزند و پدر مادراتون زندگی کیسته. اینایی را فکر کنین. بینین که همه آدمایی که نسبت دولت حکومت پرزیدنت وطن مادر سخن میکنن همچون خوین دیگه با دولت اومدن نمیتونن. نه که جوانانی که در فدراسیون روسیه موجودین کار میکنین یک مبلغ معین به دست میارین میوین با پای زندگی میشین. به همین خاطر کاری نکنین که با همین همسلکان عزت همون دیگه و دیگر اومن خودتون شامل کنین که دیگه باز طرف زن و فرزند مادراتون مثال برگشتن نتونین. یا هستن یک مشکلی که امروز جوانان ما را شامل میکنن، جوانان ما را فریفته میکنن. جوانان در همین دومی این گروه های تندرو که افتادن متاسفانه در همین خیلی گروهی انا روی خط گروهی انا خوینو مثال نوشته میشود. امروز ما مرز بومی دولت باید حمایت کنیم ای دشمن. نقطه شام جا ذکر کرد شما دیدید. نگاه اگر یک نقطه در بابت حکومت راجع به حکومت گپ زدید چیکار میکنید؟ شما در همون لیست خوینان نوشته میشوید. خدا اینها خود اقرار میکنند که نسبت حکومت گپ زدن این خیانت است برای حکومت امروزه اونها. باز ادعا از اون میکنن که تاجیکستان بیشتر است و بیاید در اینجا زندگی کنید. یکی از نقطه‌هایی که قابل توجه است رحمانوف هم در همین سخنرانیش بیشتر جوانان را چیکار کرد؟ به سیاست دعوت کرد. گفت که باید در سیاستی چی دولت سهمگذار باشند، در حالی که خود همین رحمان و حکومتش بالای 1000 جوانانی که به خاطر آزادی عزت دمان به خاطر آزادی چندین محبوسان سیاسی در مسکو گرد هم اومدن و دعوا کردن و هزارها کار دیگه کردن، آنها را پشت زندان بردن و مجبور ساختن به حکومت یعنی به تاجیکستان برگردن و تسلیم شوند و ضد همین مبارزان و ضد کسانی که دربر آنها قرار داشتن ضد آنها چیکار کنن؟ مراجعت کنن. ولی اینها ادعا میکنن که بیای به سیاست برگرده. یعنی در دیدگاه آقای رحمانوف یگانه راه چی است؟ تعریف کردن، توصیف کردن و از او حمایت کردن. یعنی به سیاست دخالت کردن یگانه راهی که اگر تو بخوای به سیاست دخالت کنی این است که باید از او دفاع کنی، از حکومت او دفاع کنی، تعریف و توصیف کنی، شعر بخونی و هزارها کار دیگر کنی. یعنی این منظور است از اون نقطه‌ای که اونها ذکر میکنن. این است از اون منظوری که رحمان رو برای ما و شما ساخته است و دیگر کاری را انجام نمیدهد. نقطه اصلی که امروز بالای ما و شما امروز توجه کردن که ما جوانان چیکار کنیم؟ دست بکشیم از هم طرف حکومت ابراهیم همین است. چون دیدن که در رسانه‌های مجازی نیروی جوانان زیادتر شد. چرا امروز خصوصا این قدر کمیته ها برای جوانان تشکیل میکنن؟ سری راهی تمام جوانان رو میگیرن. به خاطر چی؟ میخواهند که تحت کنترل خودشو بگیرن و این گونه مثل این جوان رو چیکار کنن؟ معنیش بشوان، مغزش بشوان و کوشش کنن که در همون فضایی که خودشون میخوان و برای خودشون خدمت کنن. یعنی در سیاستی خودشون میخوان در اون چیز دخالت کنن و از اون چارچوبی که اونها تصمیم گرفتن بیرون چیکار کنن؟ قدم زدن نتوانن. و همین است این سیاستی که اینو میگوین. وگرنه چی فرق میکند که یک انسان در حزب‌های مخالف شامل شود و به سیاست حکومت چیکار کند؟ دخالت کند. اینش هم ممکن است که در دیگر کشورها ما میبینیم که جوانان در تمام قشر جامعه هستند، در حزب‌های مخالف هستند، در حزب‌های حکمران هستند، در همه جا هستند.
در همه قشر جامعه کار میکنن. حتی کسای مستقل هستن که چیکار میکنن؟ فعالیت میکنن، با سیاست کشور دخالت میکنن، فعالانه در همه جای اشتراک میکنن. ولی امروز برای حکومت رحمانوف و برای این اشخاص باید فقط یک کار کنی، مدعی بخونی برای رحمانوف و از سیاست های او دفاع کنی. یگانه راه اینی است که اونها میخوان که تو انجام بدی. غیر از این کار کردی تو خائن کشور و دولت و ملت هستی در چشم آنها. اما این کاری که اینا میکنن، این کارا کردی، بازم بازید وجدانت، بازید مادر وطنت کار انجام میدی. چون کاری که اینا میکنن برای نابودی سرزمین کشور ما و شماست. دوام این را گوش میکنم. توجیکستان کیو بود میکنه؟ فرزندی همین دیور میکنه. ما باید انمی کار و فعالیتی پیشوی معظم ملت سرمشق کاری خود کنیم. ای تنها و تنها همون جوانای در داخل دوره که در مهاجرت هستن، مالی رحمت عزت امون خدمت کرد، پیشوی معظم ملت خدمت نکرد. وطن ما را کیو بود کرد؟ تیجو رو میره بین در دل خو ساعت میخیزی ولایت سوق میره، ولایت مختار کوهستان بدخشان میره، ولایت شهر دوشنبه میره، نویای توبه میره. امروز اگر خدا نکند دولت ملت در دست خوینو بغلطه میبخشی، با همون انا حدیثای سال 92 زن تقاطی مادر در پیش تجاوز میکنن، دست بوتا میبندن. اینم خیلی کارو ما هیچ صورت خوندگیم دیدگیم. به همین خاطر ما مراجعت میکنم به همه شما جوانان گرامی قدر، جوانان سعادتمند، با گفتهای همین 10-12 نفر که در گرد عزت امون هستن و فعالیت میکنن شامل نشین. علل خصوص جوانایی که مقصد اساسی شما به خاطر انمی زندگی را کمتر نقص کردن و سوز کردن، شما را در مدت کوتاه میتونن که فریفته گروه خچون کنن. عزت امان و همسلکانش با مانند محیدین کبیری و محمد اقبال و دیگر و دیگر و دیگر، شما یقین بدونین که جوانو بعد انمی ویدیو ابرشین من عموما شما دیگه شامل نمیشون، سخنان شما را گوش نمیکنن، شما با مقصدهای ناپاک خودتون نمیرسین. شما همین نقطه را توجه دادید. میگه بعد از این نواری ما دیگه یگان کس شامل گروه های شما نمیشد و از گپ های شما دفاع نمیکنه. تمام که این جوان خودش سوپرمن گفت همچه انتخاب کرد و یگانه کسی که دیگه بعد از گپ های این شخصیت هیچ نفرش کار نمیکند و یگان حزبای مخالف داخل نمیشود و شما بیش از اون شرایط مهیا کنید. ما یک چیز دیگه برای شما نشون میدیم راجع به همین نقطه. دوستان عزیز، شما اگر همینجا توجه بفرمایید، شما برای شما نشون بدیم که این از کدام سامانه من نوار گرفتم. شما میبینید بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه خوالینگ، یکی از جاهایی که این جوان از بخش رسمی این کمیته کار جوانان از حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه خوالینگ این نوار نشر شده است. شما میبینید این نوار در اینجا نشر شده است و این بخش همون کمیته ای است که من برای شما ذکر کردم و این خیلی نوارها در تمام بخش‌های این کمیته وجود دارد. یعنی شما سبب تشکیل و غمخوری رحمانوف برای جوانان دیدین در چیست؟ یعنی شما دیدید که رحمانوف از تشکیل کردن چنین یک کمیته ها چی میخواهد به دست بیارد؟ به دست اون نمیخواهد بیارد که ما و شما بیایم در فضای سیاسی چکار کنیم، دخالت کنیم، بلکه میخواهد یک نیروی را در بر خودش جمع کند که فقط از اون مدعی خوری کنه و زیدی هر یک آزاد اندیشی که میخواهد برای جامعه یک کاری انجام بده. دیگر کاری را انجام دادن نمیتونه. و اگر نمیتونستن، چرا امروز در تاجیکستان جوانان ما اختراعکار نمیشوند؟ چرا در فنهای دقیق نمیتوانند دستاوردهای بزرگی داشته باشند؟ چند جوان امروز توانسته است یک دستاورد آورده است که ما و شما از او بتوانیم افتخار کنیم؟ چند نموشه برای ما بیاری مثال بزنید. همین اشخاصی که برآمدن در صحبترانی رحمانوف چیکار کردن؟ سخنرانی کردن. یکی از آنها اینجا نامش نویسم، جمالزاده بهروز، نامزد علم‌های تکنیکی و آموزگار دانشگاه تکنیکی، در یک سوال کوتاهی که چی پیشنهاد میکنی برای یعنی بهتر ساختن فضای کشور در همین ساحه که مردم میلشون زیاد شود برای تحصیل کردن، جواب دادن نتونست. چون اون کاغذی را که براش نوشتین، از اون کاغذ
صحبت کردن زیاد نمیتونه. اون کاغذ براش نوشتن دادن، در چارچوب همون کاغذ این نوشتگی مثل رحمانوف اون چارچوب کاغذ داره از همون بیرون نمیبره، ایرم در اون چارچوب کاغذ از اون بیرون هیچ چیزی گفته نتونست. باز مجبور شدن که یک معلمه دیگر از فن فیزیک از همون یک تالار بزرگ سر و صدا کرده یک نفر پیدا کردن که اونم برآمد در اونجا یک پیشنهاد کرد که بازم به رحمانوف محقول نشد، خوشش نیامد. شما ببینید سبب اصلی که جوان آموزگار است، در دانشگاه درس میتید، در فن دقیق خوانده است و یک چیزی آزاد یک پیشنهاد کردن نمیتوند، چی از کجا سرچشمه میگیرد؟ چی مشکل دارد؟ اصلا مشکل در یک جای است، آزادی ندارد این جوان که فکر کند. جوان رو برای اختراع کردن آزاد باید بگذاری. هر زمانی که جوان آزاد شد، افکار آزاد داشت، اندیشه آزاد داشت، اون جوان بزرگ میشود، میتواند بیاندیشد. در همین صحبت رونش رحمانوف گفت که زیاده از چند میلیون کتاب در زمان یک جشن برگزار کردن برای فروغ صبح دانایی بود، چند هزار کتاب فروخته شد. از شاعران دعوت کرد که ایجاد کنید، کجا هستید ایجاد نمیکنید؟ کجا هستید چیکار نمیکنید؟ ایجاد نمیکنید. مدام یکی از نویسنده های مشهور کشور ما شما بویمتوف یک کتاب خیلی تاریخی مهم نوشتن و او را در تاجیکستان چاپ نکردن، به نشر نرساندن. هزارها دانشمند این کشور ما و شما امروز در خارج قرار دارد و ده ها کتاب می نویسد، او را در یگان جا نشر نمیکنن. مشکلات ها خیلی زیاد است. من نمیفهمم که آقای رحمانوف با کدام فن دقیق اینا را روان میسازد. برای رحمانوف کی باید ایجاد کند؟ هر کسی که باید مدایی بخواند. بعضی این که باز میگوید که ما هر سال 100,000 جای کاری میسازیم، 70% این جای کاری به جوانان روان کرده میشود. هر سال 100,000 در 7 سال چند میشود؟ 700,000. مادامی که چند ماه پیش در روز تبریکاتی جشن عید رمضانش و در روز سوگندیات کنیش همین رحمانوف از میکروفون های بلند گفت که در طول 7 سال گذشته ما 1 میلیون جای کاری ساختیم. یگان حرفی که رحمانوف میزند با حرفی که یک ماه پیش زدگی بود راست نمی آید.